ما به اینا اعلام کردیم تا ماه 3 ما دیگه گذرنامه خانواری هم قبول نداریم. گذرنامه تفکیک شه. افراد مجرد و خانواده‌هایی که والدین برگه سرشماری دارند باید ایران را ترک کنند. رئیس مرکز امور اتباع وزارت داخله ایران در یک گفتگوی تلویزیونی از ساماندهی وضعیت مهاجران افغان خبر داده است. به گفته او پس از ختم نیمه اول سال جاری خورشیدی تنها مهاجران دارای ویزه و کارت اقامت می‌توانند در ایران زندگی کنند و مدارک دیگر برای این کشور قابل قبول نخواهد بود. این مقام وزارت داخله ایران همچنین افزوده که کار برای تعیین سرنوشت مهاجران شبه قانونی شروع شده و تا پایان تابستان سال جاری تکلیف آنها روشن خواهد شد. عنوان شبه قانونی به آن دسته از مهاجرانی اطلاق می شود که دارای برگه سرشماری اند و گفته شده که تعداد این افراد حدود 2 میلیون نفر است. مشاوره وزیر داخله ایران گفته که ایران می‌تواند به شماری از مهاجران افغان که دارای برگه سرشماری هستند اقامت 1 ساله بدهد، اما بقیه این افراد باید به افغانستان بازگردند. بر اساس طرح مهاجرت ایران تنها خانواده‌هایی که یکی از والدین دارای کارت آمایش باشد و بقیه دارای برگه سرشماری می‌توانند اقامت 1 ساله ایران را به دست آورند. بر اساس این طرح افراد مجرد و خانواده‌هایی که والدین برگه سرشماری دارند باید ایران را ترک کنند. در اون تفکیکی که داریم، چون حالا همه از ما میپرسن چرا عدد نمیگی، من میخوام عدد بگم امشب براتون، چون من از سال گذشته شروع کردم عددا رو گفتم. ما پناهندگان جمعی داریم که اینا پناهنده هستن و ما به کمیساریای عالی سازمان ملل اعلام کردیم اینها پناهندگانی هستن که برخیشون 14 هست در کشور ما زندگی میکنن. 771624 نفر پناهنده جمعی داریم. در کاری که در اسفند ماه انجام دادیم اینها رو موفق شدیم در بازشماری که انجام دادیم و بهشون کارت پناهندگی دادیم. اصطلاحاً به اینا میگن آمایشی، اگر احتمالاً شما هم شنیده باشین. کسانی هستن که گذرنامه خانواری دارن. گذرنامه خانواری از 2017 در کل جهان منسوخ شده، اما خب همیشه اینا مشکل داشتن برای دریافت گذرنامه. بعضی وقتا جمعیت اینا هم جمعیت خانوادگیشون خیلی بالاست، چون نرخ رشد جمعیت اتباع افغانستانی بیش از 4. خب یک پاسپورت برای 10 نفر، یک پاسپورت برای 5 نفر. اصطلاحاً به اینا میگیم گذرنامه خانواری. 270,979 نفرن اینها. ما به اینا اعلام کردیم تا ماه 3 ما دیگه گذرنامه خانواری هم قبول نداریم. گذرنامه تفکیک شه. متاسفانه حکومت سرپرست افغانستان در این زمینه یا تعلل میکنه یا امکانات لازم رو ندارد و به اینها پاسپورت نمیده. این برای ما مشکل ایجاد کرده. اما میگم سراغ سرشماری ها. یه نکته بپرسم، تو این تفکیک آماری که دادید مشخصه که الان تعداد اونها در شهرها بیشتره، کلان شهرها، روستاها. میخوام ببینم پراکندگی اونها به چه صورته، بعد گروه‌های سنی که الان ما تبعه خارجی در کشور داریم بیشتر چه گروه سنی هم هستن؟ من عرض می‌کنم خدمتتون، من سرشماری ها رو فقط عددشو بگم که اون پیوستگی از دست نره. ببینید سرشماری ها 2,34,469 نفرن. البته تعدادشون بیشتر بوده، اما خب یه عدهشون طرد شدن و امروز که با شما صحبت میکنم در حوزه سرشماری ها با این عدد ما مواجه هستیم. ببینید کسانی که برگه سرشماری دارن هیچ برتری نسبت به افراد غیرقانونی ندارن. فقط برتریشون اینه که اومدن خود اظهاری کردن و گفتن ما آمادگی داریم که اگر شما اجازه بدید به صورت قانونی در کشور ما زندگی کنیم، در کشور ایران زندگی کنن. خب این قبول دارید دیگه، ما هم باید در این رابطه تصمیم بگیریم. صرف این که اونها میخواهند در کشور ما زندگی کنن یک تقاضاست، مثل ویزاست. فرد که تقاضای ویزا میکنه لزوماً به معنای نیست که باید بهش ویزا داد. میتوانید ویزا رو بدید، میتوانید محدودش کنید، میتوانید روزهاشو بیشتر کنید، نوعش هم تغییر بدید. خب اینا در کشور ما حضور دارن، معمولاً میرن به سمت شهرهایی که امکان کار درش زیاد هست. ما امروز در تهران بیشترین آمار افغانستانی ها رو در استان تهران داریم، بعد در خراسان داریم، در اصفهان، یزد، در شیراز، در استان فارس داریم و در
این استان‌هایی که عرض کردم عمده کسانی که حضور دارن در این استان‌ها هستن، بیشترشون در مناطق شهری در بخش صنعت و خدمات به کار گرفته شدن، بخشیشون در بخش‌های کشاورزی هم به کار گرفته شدن که خب مردم در خیلی از حوزه‌ها اینا راضی هستن. من فقط این عرض بکنم، مردم تصور میکنن یا کارفرماهایی که اینا رو به کار میگیرن فکر میکنن که این کارگر خارجی کارگر ارزان هست، اما اونها به یک نفر حقوق میدن و ما وقتی مجبور میشیم یارانه بدهیم به بقیه اعضای خانواده مجبوریم پرداخت بکنیم. خب این چیزی که پرداخت میشود از جیب تک تک ملت ایران پرداخت میشود، مالیات از مالیات من شما پرداخت میشود. من خیلی خوشحالم البته که طی 4 دهه ما توانستیم نشان بدیم ایرانی ها علیرغم خودشون تحت تحریم بودن اما مهمان نوازی رو فراموش نکردن. امروز زیر ساختای ما دیگر توان تحمل 6 میلیون رو ندارد. ما بخشی از اینها رو حتما چون مردم هم نیاز دارن به کار خواهیم گرفت، اما نمیتوانیم مثل گذشته، مخصوصا در موج آخری که 1400 شروع شد، نزدیک به 3 میلیون نفر وارد کشور ما شدن. یک سفیر اروپایی به من میگفت موقعی که سوری ها میخواستن به کشور ما بیان، من مسئول ساماندهی بودم، به ما گفتن 30,000 نفر میخوان وارد کل اتحادیه اروپا بشن. ما اعلان بحران کردیم برای 30,000 نفر. بعد شما این 30,000 نفر بعضی وقتا در یک هفته وارد کشور شما میشن. شما چگونه به اینها میتوانید سرویس لازم رو بدید؟ گفتم بخش عمده‌ایش به دوش مردم ما هست. اما امروز مردم عرض میکنم اگر این روند بخواد ادامه پیدا بکنه، من نگرانم که خدای نکرده یک تقابلی بین مردم صورت بگیره و نمیخوایم این کار انجام شه. ما نمیخوایم این چند دهه مهمان نوازیمون خدای نکرده با تلخی تمام بشه. ما آماده ایم، ما اعلام کردیم، به حکومت سرپرست افغانستان هم اعلام کردیم آماده ایم در کشور افغانستان سرمایه گذاری بکنیم و این نیروی کار رو اونجا به کار بگیریم. من متاسفانه این خبر رو بازم بدم، امیدوارم مسئولین کشور افغانستان اینو بهش توجه کنن. ما چند تا مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در افغانستان داریم که امروز تعطیله. ما حاضریم اونجا بسیاری از این افراد رو آموزش بدیم و همونجا به کار بگیریم و برخیشون که واقعا توانمندی دارن که فکر میکنیم از اونها میشه استفاده کرد در کشور خود